سلام به یه ویدیوی ASMR. آره دیگه، با من رویا. خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که دوستای خوبی مثل شما پیدا کردم. دوستتون دارم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدیم به سالن زیبایی ما. آره یادمه که وقت شینیون گرفته بودین. خواهش میکنم، ممنونم از اینکه دوباره سالن ما رو انتخاب کردی. پس بشین که شروع کنی، هر جور که راحتی بشین. خب عزیزم، شما چه مراسمی میخواین که موهاتون رو درست کنم؟ آره دیگه، باید بدونم طبق مراسم شینیون مو عوض میشه. عروسی کیه؟ آره دیگه، من باید بدونم دیگه، از همه مشتریان میپرسم. شما هم که دیگه مشتری ما یکی دوبار اومدی، باید بدونی دیگه روش کار منو. آره، من فقط به حرف مشتریم گوش نمیدم، کار خودمو میکنم. اصلا موقع کار فقط به کارم فکر میکنم، اصلا دیگه نمیشنوم مشتری چی میگه، انقدر که به کارم علاقه دارم. فکر کنم که سری قبلا بهتون گفتم که جنس موهاتون خوب نیست اصلا. آره دیگه، من باید حقیقت رو بهت بگم خوشگلم. خب حالا اشکال نداره، یه کاریش میکنیم، خودتو ناراحت نکن. من با موهای بدتر از اینم شینیون زدم. خب عروسی کی گفتی میخوای بری؟ پسر خالت؟ مبارکه. حالا چرا انقدر حساسی که حتما کارت خوب در بیاد؟ حالا یه شینیون معمولی برات میزنم دیگه، قبلا میخواسته تو رو بگیره. خب دیگه اون دختر زرنگ تر بوده دیگه، باید انقدر ناز نمیکردی دیگه عزیزم. نازم یه حدی داره دیگه، شما یه کاری کردی که دیگه طرف پریده. چی بگم والا، ایشالله که یکی بهتر از اون واسط بیاد. حالا امشب میخوای بری مراسم رو به هم بزنی یا نه همجوری میخوای بری؟ بذار من موهاتم چک کنم. نه دیگه، برو به هم بزن دیگه. اگه نمیخوای به هم بزنی چرا داری میری؟ حالا این هم به خودت میرسی، میخوای بری به هم نزنی، اونا هم همجا خوش و خورم عروسی کنن تموم بشه بره؟ نه دیگه، بذار یه مراسم به یاد موندنی بشه، هم واسه تو هم واسه اونا. بگی SMS میدی؟ قلب بفرست براش دیگه. آخه نوشته قربونت برم. خب آخه شاید این یکی بالاخره قصدش ازدواج باشه، براش قلبو بفرست دیگه. نه، من حواسم به کارم، ازم به گوشی شما نگاه نمی کنم. آره خب بذار من اول اتو کشی موهاتو انجام بدم. چی نوشته؟ ببین بزن صفحه قبلی منم بخونم. آخه چند تا خطشو نگاه کردم دیگه، زدی رفت. نه دیگه، همون صفحه چتتون. میگه شب چی بپوشم؟ بگو کت شلوار بپوشه دیگه. بازم خودت میدونی من دخالت نمی کنم، ولی خب کت
یه کاری کنی پسر خاله پشیمون بشه دیگه. بالاخره امشب میخواد شما رو ببینه، بالاخره یه کاری کن که بدون اشتباه کرده. حالا چجوری میخوای این پسره رو ببری؟ آخه هنوز شما نامزد نکردی که. مشکلی نداره. خب چه بهتر. آره فقط بگو زود بیاد دیگه اینجا، تو شما آماده بشی دیگه. من نمیتونم اینجا نگهت دارم. امروزم دیر اومدی. بالاخره وقتش که آماده شدی من اینجا معطل نشم. چی میگه؟ میگه نمیپوشم کت شلوار. میگه میپوشم. خوبه دیگه، یه کاری کردی که دیگه به حرفت گوش میده. به نظر منم این بهتر از پسر خالته. آره عکسشو داری ببینم. اینه یا اون بغلی؟ نه دوتاشون هم خوبن. دوتاشون هم خوبن. من که خوشم اومد. آره نه خیلی خوبه. نه پسر خالت که حالا من ندید میگم خوب نیست، همین خوبه. ولی شما دلیل نمیشه امشب مراسمو بالاخره یه جوری به هم نزنی. بالاخره یه کاری بکن، یه خودی نشون بده عزیزم. حالا من این موهاتو یه جوری درست میکنم که حالا خوب دیده بشه. ولی خب شما این کارو که من بهت میگم و بکن. اگه اصلا نمیخوای به هم بزنی چرا داری میری؟ چرا داری هزینه میکنی؟ نه برو قشنگ به دختر بگو، همونجا که میخوای تبریک بگی بگو مثلا این اکس منه. بگو این اکس منه. این قبلا منو میخواسته. مثلا بگو این منو میخواسته قبلا دیگه، این اکس منه. فکر نکن که بردی. به نظر من که این کارو بکن که بالاخره هم یاد ایشون بمونه هم یاد شما که جفتتون چه اشتباهی کردید. لباس چی میخوای بپوشی؟ من که میگم یه تاجم برات بذارم، به خدا قشنگ میشه. یه تاج برات میذارم دیگه مشخص نشه اون عروسه یا تو. اصلا یه وقت قاطی باتی بشه میتونی خودت بری جای عروس بشینی دیگه. چون هم لباست سفیده هم میخوام برات تاج بذارم. بذار تاجو بذارم دیگه. اصلا تاج بذاری خیلی خوشگل میشه. حالا یه جوری راضیت میکنم که تاجو بذاری. خب این از این. توی ذره چک کنم ببینم. نه خدا رو شکر هر چقدر که موهات زبر و خشکه مخوره نداره. حداقل تو این یه مورد بردی. نه موهات خوبه. آره موهات خوبه، فقط جنسش خوب نیست. خب چه مدلی برات بزنیم؟ ببین چی میگه. بگو چیزه. بگو من مثلا ساعت 7 آماده میشم دیگه. یه رو به 7 بیاد دنبالت. عزیزم چرا به من مربوط نیست؟ من دارم کار شما رو انجام میدم دیگه. من دارم اینجا وقت میذارم عزیزم. من باید بگم دیگه. تا حالا هیچ کدوم از مشتریان به من اینجوری نگفتن. میگه ساعت چند میام.
آره بگو یه رو برف خوبه. البته اگه من آماده بشم شاید منم باهاتون اومدم. ببین موهاتو اینجوری میزنم اینجا، خوشگل میشه. حالا ببین امشب اصلا نمیرقصی یا دختر، اصلا. یعنی فقط شیک و بیک کن، برو اونجا بشین. به عروسم میگی این اکس منه شوهرت دیگه، بیا بشین قشنگ میوه و چای تو بخور، به حرف من گوش بده. ببینم که گیره چی دارم. حالا سالنش کجا هست؟ اون سالن خیلی خوبیه ها. ای بابا دختر اشتباه کردی که. نمیدونم والا چی بگم، موهاتم هر کاری میکنم قشنگ وای نمیسته دیگه. حالا من یه کاری میکنم اینو دیده نشه. میشه تکون نخوری؟ زد تکون نخور. میشه تکون نخوری؟ نه این باز نمیشه. شما یه زد تکون نخوری، من اینو دارم برات درست میکنم. حالا این پسری که باهات میخواد بیاد، مامانت اینو در جریانن؟ چقدر خوب. خب دیگه دختر، پس میگم برو جلو پرقدرت. برو بهش بگو این همسرت اکس من بوده و نگو که من ناز کردم و اینو، بگو من قبول نکردم، بگو میومد من نخواستم. حالا این آقایی که باش آشنا شدی چی کار است؟ دکتره. ببین خب خیلی خوبه، ولی خب تو امشب میگم چیز کن دیگه، بگو بهشون، بگو که بذار بالاخره انتقام گرفته باشی از پسر خاله. آره عزیزم، یه ذره موهاتو تقویت کن، موهات خیلی زبر شده. فکر کنم انقدر که تو هرس خوردی موهات اینجوری شده. اشکال نداره عزیزم، هر کی عاقبتی داره دیگه شما خودت لگد به بختت زدی. ولی اگه نمیخوای به هم بزنی نرو. چرا داری میری وقتی اصلا فایدهش چیه؟ اصلا فایده ای نداره اگه نمیخوای به هم بزنی. زنگ زد، چی میگه؟ بزن رو آیفون منم بشنوم. آره بذار منم گوش بدم ببینم چی میگه. خب بذار منم بشنوم دیگه، مگه چی میشه یه صداه دیگه. آره ببین موهات خیلی خوشگل شد، مطمئنم که میدرخشی. فقط چیزی که گفتم و انجام بده و بیا به من اطلاع بده که چی شد دیگه. حالا لباستو از کجا گرفتی؟ از همونجا که عروس لباس گرفته؟ وای دختر تو دیگه کی هستی؟ دیگه رسما داری میری که بهتره کنی ها. یه دقیقه اگه تکون نخوری من ببینم دارم چی کار میکنم. نه خوب شد. دیگه اگه خوشت نیومد آخرش یه گریه است دیگه، ولی فعلا بذار من کارمو بکنم.
آخرش میری خونه خودت درست میکنی اگه خوشت نیومد. ببین مود خیلی خوشگل شد، من مطمئنم تو داری الکی تیز میکنی، حساس شدی. موهات انقدر خوشگل شده که از عروسم عروستری. حالا بذار آقای دکتر بیاد ببینتت، میبینی که چقدر خوشش میاد. خیلی خوب درستت کردم والا. نمیدونم چرا حساسی. اب نداره، یه ذره اذیت میکنه این گیره ها، ولی خب خوشگل میشی. ببین یه سری من بهت پیشنهاد میدم، خب یه سری ماسک مو هم دارم بهت میدم، ببر بزن، بذار موهات این وضعیت در بیاد که حداقل آقای دکتر خوشش بیاد. هزینه‌اش قابل نداره. شما شماره منو بده به آقای دکتر که ایشون زنگ زدن، من شماره کارتو بهشون میگم. نه من دستگاه ندارم عزیزم. آقای دکتر با من تماس گرفتن، من میگم که برام هزینه‌شو بزنن. شما شماره منو بده به آقای دکتر، ایشون زنگ بزن، من خودم میدونم چی بگم. من با ایشون حساب میکنم دیگه. شما شینیونتو تحویل بگیر. خیلی خوشگل شد. ببین انقدر موهات خوشگل شد، یعنی امشب میدرخشی، مطمئنم پسر خالت پشیمون میشه. ولی قبول نکنی ها، اگه پشیمون شد خب قبول نکن، بذار بدونه که هر اشتباهی تاوانی داره. ببین پایینشم برات باز میذارم که خوشگلیش 2 برابر بشه. الان خیلی خوشگل شد. ببین حالا هر کی اونجا امشب ازت پرسید تبلیغ کار منو بکنی ها، آره آدرس منو بده، بگو که اومدی اینجا، خلاصه منو معرفی کن دیگه. آره معرفی کن. میبینی که هم من دارم مشاوره میدم، هم دارم شینیون انجام میدم. اصلا کارم خیلی خوبه. مبارکت باشه عزیزم. موهاتو تو آینه نگاه کن، چقدر خوشگل شد. چرا داری گریه میکنی؟ دوست نداری؟ چرا؟ اینجوری نمیخواستی؟ و چه جوری میخواستی؟ برو عزیزم، برو عزیزم خونتون خودت درست کن، من دیگه نمیتونم.